سازشنامه بین المللی چیز بازار جهانی در آمدیم. اونجا یک پونکت است که ما باید تاجیکستان در تمام فعالیت تکنولوژی تکنیکیش باید استانداردهای اعتراف شده بین المللی باید تطبیق کند. اکثریت موادی که استفاده می شود دستگاه استفاده می شود یا در آلمان ساخته شده یا شویتزار یا آستریا یک قسمشون از خطای. ما تفتیش کردیم از جمله 310 فقط 10 نیروگاه با همین استانداردها موافق هستند. پورا دیگر همش یا بسیار سخت موافق نیستند یا تماما کار نشده. مثلا پیشنهاد من چی است؟ دادن قرضها وابسته شود به رعایت استاندارد. اگر استاندارد از طرف قرض گیرنده قرض گرفتن آسان لیکن استاندارد اجرا میکنه یا نه، کدام دستگاه رو میگذارد اونجا، در کدام سطح او را ساخته میشود. اگر با استاندارد موافق نباشد به قرض گیرنده گرانت داده نشود. یگان امتیاز به کسی داده شود که هم دستگاه مکمل تکنولوژی پیش رفته و هم در وقت در جریان ساختمانش تطبیقش استاندارد پودرش رخ میکنه. اگر این تطبیق نشود باز همون کروپسیونر میبیاد بین خود مصلحت میکنند، میزنند این گرانت ها را در کیسه و میبینیم که یک ماه دو ماه نگذاشته و نیروهای خو آفتابی و خو بادی خو برقی از کار ناشای مانده است. همین طلبات درخواست بسیار جدی ما هستم چون وکیل و هم من با نمایندگی از کمیته ما گفته میتونیم که مسئولیت این کار به گردن من هست، یه باید تطبیق شود. تامین نمودن قوای برقی که از افضلیت های حکومت جمهوری اسلامی به حساب می رود. چقدر شما درست قید کردید محترم رئیس، تشکیلات های بین المللی از تجربه شخصی هم همین رو قید کردین هستم که اونها بسیار طلبات های جدی کریتریا های اساسی دارن که هنگام انتخاب تشکیلات های خرد یعنی که ایمان اینترنشنال اروند اونها یک 12 تا زیاده از 12 تا کریتریا رو استفاده بودن. وقتی تحلیل کرده برآمدن انتخاب کردن از همین 116 تا تشکیلات های خرد قرضی اونها به خلاصه آمدن که همین دو تا تشکیلات امروز به طلبات جوابگو بوده. البته من میفهمم که ما باید در سطح ماکرو پرابلم های نیروگاه های آبی را حل کردن در کار در این مسئله شده میتواند قیرقوم سربند این دو ها است که بعد از ایراد گرفتن محترم شده شبداش من کوشش میکنم که این ایرادها رو با کارمندانی که در وقت گذراندن آزمون اشتراک مینمایند با اونها رسانیم که نماینده وزارت مالیه هم نیز اشتراک میکند که با صفت‌نوکی تجهیزات‌هایی که با استانداردهای اروپایی و جهانی جوابگو هستند رعایت کرده شود. و دیگر چیز رو نیز قید کردنی هستم که مبلغ‌هایی که ما با واسطه گرانت جلب کرده شدیم محترم شکران زورش این کاری آسان نیست. ما باور کنید بسیار همین لایحه رو من 3 سال با همراهی کارمندامون با بانک اسیای رشد محاکمه کردیم، گفت و شنید کردیم. هر یک شرطی را گذراندن آسان نیست، طلبات‌های بایم زیاد هستند. گذراندیم. همین رو قید کردنی هستم که همین مبلغ‌های سرچشمه‌های گرانتی اینا بی‌آخر نیستند. از حسابی که نشانده‌های اساسی ماکرواقتصادی حکومت ما روز به روز بهتر شده است، وقت ساعت میشود که ما از همین گرانت‌ها دیگر برخوردار نمیشویم. برای همین ما کوشش کرده شدیم که چقدر توانستیم گرانت‌ها رو زیادتر جلب کرده لایحه‌هایی که در افضلیت حکومت جمهوری اسلامی برابر هستند تطبیق نماییم. ارادی محترم وکیل درست است.